فرض کن شب باشه، خیلی شب، یه شب خیلی ترسناک توی یه قصر خیلی بزرگ و پادشاه دیوونه‌ای که تصمیم گرفته هر شب با یک زن ازدواج کنه و صبح روز بعد اونو بکشه. چرا؟ چون اعتمادش به آدم‌ها رو از دست داده، مخصوصاً زن‌ها. اما این وسط یه دختر خیلی زرنگ به اسم شهرزاد داریم که تا میاد میگه وایستین، من یه راهکار دارم. قصه شاه قصه ما اسم شهریار بود. وقتی که زنش بهش خیانت میکنه واقعا فرو میریزه و خب تصمیم میگیره که زنش رو ادب کنه. حالش خیلی بد میشه ولی نه از اون حال بدایی که بگذره. تصمیم میگیره که همه زنا رو ادب کنه، اینطوری که هر شب با یک زن ازدواج میکنه و صبح روز بعد اون رو میکشه. حالا وزیر بیچاره شاه قصه ما مجبور بود هر شب خودش براش یه دختر جدید جور کنه تا اینکه یه شب دختر خود وزیر داوطلب شد. چرا دختر خود وزیر؟ مگه دیوونه شده بود؟ اسمش شهرزاد بود، خیلی هم دختر زرنگی بود و گفت من یه راهکار بلدم. قصه شب اول شهرزاد رفت پیش شاه و بهش گفت میشه یه قصه بگم؟ شاه گفت باشه بگو، ولی اگه حوصله‌ام سر بره امشبتم زیادیه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه پیرمرد ماهیگیر بود که هر روز میرفت دریا برای ماهیگیری. اون هر روز تورشو مینداخت توی آب تا ماهی صید کنه، اما چیزی عایدش نمیشد تا اینکه یک روز یک کوزه سفالی قدیمی از آب کشید بیرون. وقتی در کوزه رو باز کرد یه دود خیلی زیاد و یک غول عظیم و جثه ازش زد بیرون که تا پیرمرد دید بهش گفت تو منو نجات دادی پس حالا باید بخورمت. چی؟ من آزادت کردم، میخوای منو بخوری؟ همینه که هست، اصلا ما غولا همینیم، کسی که ما رو نجات میده رو میخوریم. اما پیرمرد قصه ما دقیقاً این شهرزاد یک آدم خیلی زرنگ بود. با دروغ و فریب و بحث و هر چیزی که دم دستش بود غول و گول زد و انداختش تو همون کوزه. همینجا بود که شاه گفت خب بقیه‌اش چی؟ خیلی خسته شدم، بقیه‌اش بشه برای فرداشم. و پادشاه برای اولین بار گفت باشه، کسی که اینطوری قصه بگه شاید ارزش شنیدنشو داشته باشه. شهرزاد از اون شب به بعد هر شبشو برای شاه قصه میگفت، نه فقط برای سرگرمی، قصه هایی که توشون درس زندگی بود، از آدمای فقیر، آدمای ثروتمند، شاههای دیوونه، خیانت، آدمای خائن، عشق و هر چیزی که بگی توشون بود. یعنی شهرزاد با قصه هاش کم کم شاهو آروم کرد، یادش داد که نه همه بدن نه همه خائن. بعد از 1001 شب شاه دیگه دلش نمیخواست شهرزاد بمیره چون عاشقش شده بود و مهمتر از اون عاشق قصه ها. شاید ما شاه نباشیم ولی هممون یه چیزی تو دلمونه که شاید با قصه درمان بشه. یکی با حرف زدن، یکی با شعر گفتن، شهرزادم با قصه گفتن. تو این سری ما قراره با هم دیگه بریم تو دل این قصه ها. تو قسمت بعدی میریم سراغ دختری که یه گردنبند زندگیشو تغییر میده و یه جن عاشقش میشه. اگه قصه بازی ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.